سلام و درود خدمت دوستان عزیز کانال مدرسه بورس. بریم ببینیم بازار بورس طلا و دلار در روز دوشنبه 5 مرداد ماه چجوری بود. فضای کلی بازاری فضای سبزی بود و نسبتا نمادهای سبز بیشتر از قرمز بودن. شاخص هم تقریبا 1% معادل 50,000 واحد رشد کرد به 5,050,000 واحد رسید. یه ذره ضعیف بود کلیت بازار، الان بهتون میگم. روی تکنیکالی شاخص هم کماکان زیر مقاومتیم. دلارم خبرهایی اومد بالا رفت، دوباره خبرهایی اومد پایین اومد، الان رو تقریبا 189 تومن داره نوسان میکنه، هم تتر هم دلار. و یکی از دلایلی این که بازار می‌بینی یه روز یه نمادی صف خریده، فردا صف فروشه، یه قرمزه یه روز سبزه، به خاطر فضای سیاسی هم هست. به هر حال یه توییت میخوره، مثلا نگران میشن یه عده ممکنه بفروشن، یه ذره دوباره توییت میخوره یه سری امیدوار میشن ممکنه دوباره بخرن. اینا کاملا طبیعی هست، یه اندازه شو حواستون باشه. طلا هم زیر یک ترند نزولی، طلا 18 عیار نتونسته مقاومت بشکنه. من در همین کانال میگم طلای جهانی هم یک الگویی داره که هنوز اون الگوی داره حرکت میکنه، یک الگوی کنج نزولیه. باید ببینیم این الگو رو قاعدتا باید به سمت بالا بشکنه، باید ببینیم چی میشه. واگرایی خیلی خوبی هم داره. و توی ارزش معاملات بازار بورس 32 همت ارزش معاملات بود، ارزش صفهای خرید 9 و تقریبا نیم همت، ارزش صفهای فروش 3 همت یا 3000 میلیارد تومان، سرانه خرید 82 میلیون، سرانه فروش 60 میلیون. خریدارا قوی تر بودن. 983 میلیارد نزدیک یک همت خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و نزدیک 400 میلیارد هم ورود پول بازار بورس اتفاق افتاد. ارزش دلاری بازار مشابه دیروز بود، تقریبا 190 میلیارد دلار بود. ریز صندوق‌ها نگاه می‌کردم نکته با اهمیتی نداشت و نه درآمد ثابت ها نه طلایی هیچ کدوم جذاب نبودن. سهامیام یه سری از این صندوق‌های اهرمی صفحه خرید بودن ولی سرانه حداقل امروز نداشتن، حجم زیادی خوردن ولی سرانه ها جالب نبود. این نشون دهنده نکته مثبتی نیست. حالا یه روز نمیشه مبنا قرار داد ولی اگه ادامه دار بشه نشون دهنده نکته مثبتی نیست. تو بخشیام خیلی فضا خوب نبود. حتی مثلا دارای یکمی که روز قبل صفحه خرید بود یا پالایشی که مثلا شبنا و شبندر صف خریدن، اینا هم سرانه ها خیلی جذاب نیست. کلا صندوق ها امروز روزشون نبود، خوب نبود. اما در مورد نمادا شبنا شبندر حجم نخوردن اما سرانه خوبی داشتن. کلا پالایشی ها ارزنده هستند، یعنی هم شبنا هم شبندر کلا پالایشی همشون ارزنده هستند. و موضوع بعد اینه کرک اسپردام چشمانداز خوبی دارند. کرک اسپردا بالا رفته، سودآوری اینا میتونه دستخوش تغییر بشه ولی دو تا مسئله هست. یکی موضوع خطر جنگ و خدای نکرده اصابت هست، یکی هم این که سود اینا خیلی خوب که بالا بره یه موقعی به هر حال میگن یه دولت میبینه سود اینا خوبه ممکنه مثلا مطالباتش رو نده یا یه کاری بکنه که سود کم بشه. این نگرانی هست، هرچند دومی نگرانی کمتریه، بیشتر نگرانی جنگه ولی به هر حال هست. تو خودرویا یه روز تقریبا رو به سبزی بود. قطعه سازا از خود خودروسازا بهتر بودن. اینا هم به هر حال نگرانی از تامین قطعات دارن دیگه خودروسازا. و خودروسازا اگر مثلا خودرو ما محاصره نبودیم الان خودرو باید صف خرید سنگین می‌داشت، ولی چون محاصره هست کشور ما و نمیدونیم آیا اینا چقدر میتونن قطعه وارد کنن، چقدر تولیدشون ادامه دار میشه، اینا تو ابهامن. ولی خودرو امروز هم خوب بود ولی اون خوبی که من حداقل خودم میخوام امروز نبود. حالا امروز آینده چی میشه ولی ضعیف بود امروز به نظرم، با اینکه صف خرید بکنه خودش پایان داد. چند رشته‌ای ها نه، فلزاتی ها میتونم بگم که یه سری از کوچیکا صف خریدن. بانکی ها و به ملت و نوین هر دو تا با سرانه سنگی فروختنش. و نوین طبیعیه ولی و به ملت جایی نرفته بود اصلا. و بقیه بانکی ها مثلا و پست و سینا و پاسار دی و کار سامان اینا سرانه‌های خوبی داشتن. کلا بانکایی که عملکرد دارن این مدت خوب بودن، نه بانکایی که مثل بانک ملت صرفا رو تسعیر ارز میچرخه. اونایی که خوب کار کردن مثل ونوین، مثل مثلا و پست، مثل مثلا و پارس، اینا خوب رشد کردن توی این مدت. ولی بانکای صرفا تاثیر ارزی جای خاصی نرفتن و طبیعی هم هست که ارز اینا مثلا مرموز کجایه.
حالا میگن این دارن کار میکنن ولی هیچ تقسیم نمیکنن که وقت تقسیم نکرده یعنی ابهام. تو شیمیایی ها شبدیس یه گزارشی داد که من فاز دومم وارد مدار شد ولی من نمیدونم واقعا با این محاصره شبدیس چجوری میفروشه یا زمستون وضعیت گازش چی میشه، اینا ابهامه برای من. تو اینجا بوالی امروز با 23% مثبت بعد مجمع باز شد، سرانه واقعا خوب بود، دیدی شبیه کد به کدم اتفاق افتاد ولی نمیدونم چرا ولی خیلی خوب خریدنش. تاپیکو که خوبه. تو غذایی‌ها مثلا قیکوروش چند روزه مثلا مثل خیلی از دارویی سمت فروش سنگین میفروشن، به هر حال نمادیه که رشد خوبی کرده دیگه، طبیعیه دیگه بعد این همه رشد. غذا و دارو ضعیف بودن، مثلا خیلی از دارویی‌ها امروز سمت فروششون قوی بود. تک و توک دارویی خوب داشتیم امروز. سرمایه گذاری ها نه، سیمانیا هم عجیبه، سیمانیا یه چیزی رو دارن پرایس میکنن من نگران میکنه. سیمانیا سوداوری خوبی دارن ولی نمیدونم چی رو پرایس میکنن. گزارش سیمانیا رو من عرض کردم بهارشون خیلی خوب بوده و مازوت سوزی هم تا دلت بخواد انجام دادن ولی تولیدشون نخوابیده. کانای فلزی نسبتا خوب بودن، غیر فلزی هم توشون بد نبود، خوب بودن. دیگه نهادهای مالی نسبتا ضعیف بود، برقی ها خیلی خوب بودن، خرده فروشی ها مثل غذا دارو خوب نبودن، لاستیکی ها خیلی خوب بودن، پیست، پتایر اینا نهادهای خوبی بودن، پکویر اینا نسبتا خوب بودن. بقیه نهادها هم دیگه تک و توک توشون مثلا نماد چیز داشتیم. گروه مثلا تجهیزاتی ها هم خوب بودن، من بررسیشون نداشتم، تایرا، تکومبا، وتوشه، لاپسا، تکشا اینا، لسرما اینا مثبت بودن ولی خب من میگم بررسی روشون نداشتم، حالا خودتون صرفا برای بررسی بیشتر بد نیست. همین، نکته دیگه این نیست. امیدواریم که ویدیو روزانه براتون مفید بوده باشه. سعیمون برای اینه که بتونیم با هم کیفیت بیشتر ارائه بدیم هم مطالب بیشتر. داریم یواش یواش سعی میکنیم که روال انتشار مطالب خوب رو ادامه بدیم و بهترش بکنیم.